در زمینه سیاست انسانپرورانه پرزیدنت مملکت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با تشبث رهبریت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش و دستگیری مالیوی صاحبکار محل اعضای فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نورعلی رضایف با مؤسسه اینترنتی کودکان ятиму бепарастори به نام میرزا ستارov ناحیه وخش با مبلغ 30,000 سومانی کمک رسانیده شد. کمک مذکور از لباس‌های موسمی بچگانه عبارت بوده، همچون تحفه به خوانندگان تقدیم گردید. رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش عادلجان محمدов و معاون رئیس ناحیه صاحبکار محل با خوانندگان مؤسسه اینترنت صحبت آراسته از شرایط بود و باش و تحصیل آنها پرسان شدند. گفته شد که در این مؤسسه اینترنت 210 پسران و 90 نفر دختران به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده، برای آنها شرایط خوب تعلیمی مهیا گردیده است. ضمن سخنرانی در همایشی که با اشتراک وسیع خوانندگان دایر شد، رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش سخنرانی نموده اظهار داشت که رهبریت سطحی عالی مملکت به خصوص پرزیدنت مملکت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان همیشه پشتیبانی از کودکان یتیم و بپرستار میکند و در پیروی به پیشوای معظم ملت صاحبکاران وطنی نیز این اقدام خیرخواهانه را پیش نموده کارهای سواب جویانه را سامان میدهند. کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش در پیروی به سیاست غمخوارانه و انسان دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تصمیم گرفت که با خوانندگان مؤسسه اینترنتی ятиму бепарасторони ноҳияи вахш сару либоси мактабӣ тақдим намояд. در ادامه خوانندگان در وصف بهار، صلح و دوستی، وطن مادر، سرود و ترانه‌خوانی نموده منتداری خود را از دستگیری و غمخوری های پیوسته رهبریت حکومت کشور حزب خلق دموکراتی تاجیکستان صاحبکاران با همت وطنی بیان داشتند.